در معجم کبیر طبرانی از ابو امامه رضی الله عنه آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که صنائع المعروف تقی مصارع السوء. کارهای خوب از مردنهای بد نگاه می‌دارد. اگر انسان عملهای خیر زیاد داشته باشد، هر یک باب از بابهای خیر دستی دراز داشته باشد، تهجد خواند است، استغفار سحری کرده است، طواف خانه الله تعالی کرده است، حج کرده است، عمره کرده است، جنازه خواند است، صدقه کرده است، بیمار خبر گرفته است، در هر یک کار خیر دست نیکی دارد. صنائع المعروف، کارهای معروف، ذکرها میکند، روزه میدارد، نمازهای نافله دارد، با خویشاوندان رفت و آمد دارد، نیکی به یتیم دارد، نیکی به بیوزن دارد، احترام شوهر دارد. صنائع المعروف، کارهای خیر زیاد کرده است، از مردنهای بد نگاه می‌دارد. یعنی انسان در بدترین حالت نمی‌مرد، عاقبتش نیک میشه. اگر کسی خواهد که از این دنیا در حالت عبادت، در حالت نیکی همچون شهید، در حالت ذکر الله تعالی وفات کند، عملهای خیر را زیاد کند. و صدقه السر تطفئ غضب الرب. و این چنین صدقه سری، صدقه ای که دست راستتان صدقه کرده است، چپتان بیخبر مانده است، غضب الله تعالی را خاموش میکند. الله تعالی میبخشد بعضی گناهایی را که باعث غضبش شده بود، به سبب صدقه مخفیانه ای که کسی خبر نداشت. وصلة الرحم تزید فی العمر، نیکی کردن به خویشاوندان، علل خصوص پدر و مادر، فرزندان، همسر، برادران، خواهران، عمکها، خاله ها، تقاها، عمه ها و فرزندان اینها، نیکی کردن به خویشاوندان عمر انسان را زیاد میکند. یعنی این حدیث به زلزله چی علاقمندی دارد؟ علاقمندیش این است که به آنهایی که امروز در زیر زلزله وفات کردند یا خویشاوندانشان را از دست دادند یا پدر و مادرش را، کودکایی که از دست داد و یتیم ماند مثلا، نیکی کردن با آنها از جمله صنایع المعروف است. آنهایی که بی خانه ماندند، آنهایی که بی جای ماندند، آنهایی که بی لباس ماندند، بی طعام ماندند، بی چیز و چاره ماندند، نیکی کردن با آنها از جمله صنایع المعروف است، کارهای خوب است.